بامیان یکی از ولایت‌های محروم کشور است که مردم آن با کمبود مراکز صحی مواجه‌اند. به تازگی صندوق حمایت سازمان ملل با هزینه $420,000 آمریکایی 11 مرکز صحی را تازه ساخته است و 12 مرکز صحی دیگر را هم بازسازی کرده است. او د درش کلینیکونه خو په هغه ساحو کې بسمنو ساحو کې جوړ شوی دی چې الته د ولس وسایل خدماتو ته لاسرسی نه درلودی. نو د اسلامي امارت په برکت سره په دغه 2 کلنه دوره کې دغه بامیان د ولسونو لپاره جوړ شوی دی او د استفاده وړ دی او خلک استفاده کوي. این مراکز صحی که در 7 ولسوالی این ولایت بازسازی و تازه ایجاد شده است، به گفته والی این ولایت با فعال شدن این مراکز خدمات صحی بیشتر به مردم ارائه خواهد شد. مکتب و کلینیک سرک جور میشه، باید حفاظت آن مکتب و کلینیک و سرک شما باید بدوش داشته باشید. هر مرد و زن در این مورد توجه کنه که چی رقم حفاظت شفاخانه شود. در مجموع البته 23 آشیاره صحی با تعبیر شد در 7 ولسوالی بامیان ساختیم که در مجموع پولی که دو مصرف شده $420,000 آمریکایی بوده. باشندگان ولایت بامیان از بازسازی و ایجاد مراکز صحی جدید در این ولایت ابراز خرسندی میکنند و میگویند در گذشته در بخش صحت با مشکلات زیادی مواجه بودند. ما الحمدلله هم از نگاه مرگ و میر اطفال واقعا بسیار پایین آمده، هم واقعا برای مادرها بسیار خوب شده و مخصوصا برای زمستان که این منطقه هم برفگیره، هم برفکش داره، رابندانه. اینمی کلینیک تو برای تو بگم که یک آب حیات شده برای از من. چندین سال همی آشیانه اینجا فعالیت داره و بسیار خیال مردم راحت شده، مشکلات حل شده و خصوصا بخش خانوما و بخش ولادت، یعنی اینجا شب روز دسترسی داره میه و مردم خیلی راحت شده. این در حالی است که پیش از این 10 مرکز صحی معیاری در ولایت فرا نیز به بهره برداری سپرده شده بود.